توی سال 1965 آمریکا تصمیم گرفت وارد جنگی بشه که از نگاه خودش باید جلوی گسترش کمونیسم رو میگیره. آمریکایی‌ها میترسیدن اگر ویتنام جنوبی سقوط کنه، کشورهای اطراف هم یکی یکی به سمت کمونیسم برن. برای همین ارتشی رو فرستادن که از نظر هواپیما، تجهیزات و قدرت آتش یکی از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا بود. اما وقتی سربازهای آمریکایی وارد ویتنام شدن، خیلی زود فهمیدن این جنگ شبیه جنگی نیست که قبلا تجربه کرده بودن. اینجا خبری از یک جبهه مشخص نبود که بدونن دشمن کجاست و باید با چه کسی بجنگن. ممکن بود سربازا ساعت‌ها توی جنگل دنبال نیروهای مقابل بگردن و هیچ چیزی پیدا نکنن، ولی چند لحظه بعد از جایی که انتظارش رو نداشتن بهشون حمله میشد. ویتکانگ هم قرار نبود مثل یه ارتش معمولی روبروی آمریکا بجنگن. حمله میکردن، عقب میرفتن و قبل از اینکه آمریکایی‌ها بتونن پیداشون کنن، دوباره خودشون رو پنهون میکردن. آمریکا وارد جنگی شده بود که مشکلش کمبود سلاح یا قدرت نظامی نبود. مشکل این بود که دشمنش جور دیگه‌ای می‌جنگید. این داستان جنگ ویتنامه. برای فهمیدن این که چرا آمریکا اصلا وارد جنگ ویتنام شد، باید برگردیم به سالهایی که دنیا داشت بین دو قدرت بزرگ تقسیم می‌شد. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا و شوروی دیگه فقط رقیب نظامی نبودن. هر کدوم می‌خواستن نفوذ خودشون رو توی کشورهای بیشتری گسترش بدن. آمریکا هم می‌ترسید اگر یک کشور به سمت کمونیسم بره، کشورهای اطرافش هم کم کم همین مسیر رو دنبال می‌کنن. یکی از جاهایی که این نگرانی خودش رو نشون داد، جنوب شرق آسیا بود. جایی که ویتنام کم کم داشت تبدیل به یه مرکز درگیری بزرگ می‌شد. اما چرا ویتنام تبدیل شد به جایی که آمریکا حاضر شد وارد یه جنگ بزرگ بشه؟ برای فهمیدن این موضوع باید چند سال عقب‌تر بریم. زمانی که ویتنام هنوز زیر کنترل فرانسه بود. مردم این کشور سالها دنبال استقلال بودند و یکی از گروه‌هایی که برای بیرون کردن فرانسه می‌جنگید به رهبری هوشیمین شکل گرفته بود. گروهی که هم دنبال استقلال ویتنام بود و هم تفکرات کمونیستی داشت. بعد از جنگ جهانی دوم این درگیری شدیدتر شد و فرانسه تلاش کرد کنترلش رو روی ویتنام حفظ کنه. اما بعد از چند سال جنگ، فرانسه توی سال 1954 شکست خورد و مجبور شد از ویتنام بیرون بره. ولی با رفتن فرانسه مشکل ویتنام حل نشد، چون حالا یه سوال بزرگتر وجود داشت. اینکه آینده این کشور قرار بود دست چه کسی بیفته؟ برای حل این مشکل قرار شد ویتنام موقتاً به دو بخش تقسیم بشه. توی شمال هوشیمین و نیروهای کمونیست قدرت رو دست گرفتن و توی جنوب حکومتی شکل گرفت که آمریکا ازش حمایت میکرد. اما این تقسیم بندی قرار نبود برای همیشه ادامه پیدا کنه. قرار بود بعداً درباره آینده کل کشور تصمیم گرفته بشه. ولی هر دو طرف میدونستن که این یه اختلاف ساده نیست. چون برای آمریکا ماجرا فقط درباره یک کشور کوچیک توی جنوب شرق آسیا نبود. اونها میترسیدن اگر ویتنام جنوبی سقوط کنه، کشورهای اطراف هم یکی یکی به سمت کمونیسم برن. برای همین آمریکا کم کم حمایت خودش رو از جنوب بیشتر کرد. اول با فرستادن تجهیزات و نیروهای نظامی. اما هرچی بیشتر وارد این ماجرا میشد، بیشتر به جنگی نزدیک میشد که قرار نبود فقط یه حمایت ساده باشه. چون توی ویتنام جنوبی هم همه چیز آروم نبود. گروهی به اسم ویتکانگ با حمایت شمال فعالیت می‌کردند و با حملات ناگهانی دولت جنوب و نیروهای آمریکا رو تحت فشار قرار می‌دادند. جنگی که قرار نبود فقط از دور کنترل بشه، کم کم آمریکا رو داشت به وسط میدون می‌کشید. تا اینجا آمریکا سعی می‌کرد با حمایت از دولت جنوب جلوی قدرت گرفتن کمونیست‌ها رو بگیره. اما هرچی زمان می‌گذشت بیشتر معلوم می‌شد این درگیری با چند تا تجهیزات نظامی و نیروی کمکی قرار نیست حل بشه. ویتکانگ‌ها توی بخش‌های مختلف ویتنام جنوبی فعالیت می‌کردند و دولت جنوب هم نمیتونست جلوی گسترششون رو بگیره. برای همین توی سال 1965 آمریکا تصمیم گرفت خودش مستقیم وارد جنگ بشه. آمریکا با ارتش وارد جنگ شد که از نظر تجهیزات و قدرت آتش تقریباً چیزی کم نداشت. خیلی توی آمریکا فکر می‌کردن این جنگ قرار نیست زیاد طول بکشه، چون از نظر قدرت نظامی اختلاف بین دو طرف خیلی زیاد بود. ولی مشکل اینجا بود که آمریکا نمیدونست قرار نیست توی ویتنام با یه ارتش معمولی طرف باشه و همین چیزی بود که کم کم آمریکا رو وارد جنگی کرد که خیلی سخت‌تر از چیزی بود که از اول تصور میکرد.
اما مشکل آمریکا فقط این نبود که دشمنش مثل یه ارتش معمولی نمی جنگید. ویتکانگا میدونستن که اگر مستقیم جلوی آمریکا وایسن شانسی ندارن. برای همین وارد جنگ‌های بزرگ و رو در رو نمی شدن. اونها از جنگل‌ها، روستاها و تونل‌هایی که ساخته بودن استفاده می‌کردن. حمله می‌کردن و قبل از اینکه آمریکا بتونه واکنش نشون بده دوباره ناپدید می‌شدن. آمریکا هر چقدر تجهیزات بیشتری وارد جنگ می‌کرد، باز هم نمیتونست دشمنی رو پیدا کنه که اصلا قرار نبود توی یه نبرد بزرگ روبروش وایسه. کم کم مشخص شد که این جنگ قرار نیست با چند پیروزی نظامی تموم بشه، چون آمریکا وارد جنگی شده بود که هر روز بیشتر از قبل فرسایشی میشد. هرچی جنگ بیشتر طول میکشید، آمریکا بیشتر میفهمید مشکلش کمبود قدرت نظامی نیست. اونها میتونستن بمبارون‌های بزرگ انجام بدن، سرباز و تجهیزات بیشتری وارد جنگ کنن، اما هنوز نمیتونستن کاری کنن که طرف مقابل واقعا از ادامه جنگ دست بکشه، چون دشمنشون قرار نبود با یه نبرد بزرگ تکلیف جنگ رو مشخص کنه. فقط ادامه میداد، ضربه میزد و اجازه نمیداد آمریکا به اون پیروزی قطعی که دنبالش بود برسه. هر ماه که میگذشت هزینه جنگ برای آمریکا بیشتر میشد و کم کم مردم داخل این کشور هم شروع کردن به یه سوال ساده: اصلا چرا هنوز توی این جنگ هستیم؟ فشارها بیشتر شد و در نهایت آمریکا تصمیم گرفت نیروهاش رو از ویتنام بیرون بکشه. اما جنگ هنوز تموم نشده بود. چند سال بعد توی سال 1975 نیروهای شمال ویتنام وارد سایگون شدند و دولت جنوب سقوط کرد. آمریکا با یکی از قدرتمندترین ارتش‌های دنیا وارد ویتنام شده بود، اما آخرش فهمید بعضی از جنگ‌ها رو فقط با قدرت بیشتر نمیشه برد، چون توی یه جنگ همیشه کسی برنده نیست که سلاح بیشتری داره. گاهی کسی برنده میشه که بهتر میفهمه چطور باید بجنگه.